به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتاب بسیار زیبایی شروع میکنیم. این کتاب به نام بادام هستش، نویسندش کره‌ای هست و چاپ 79مش در سال 1401 چاپ شده توسط نشر کتاب مجازی و کتاب زیبایی هستش، متفاوت از کتاب‌هایی که تا حالا براتون خونده بودم. این کتاب مترجمش خانم ملیحه فخاری هستش و تقدیم شده به شخصی به نام دن. ابتدا پشت این کتاب رو برای شما میخونم و سپس کتاب رو هم دیگه شروع میکنیم. سون، کارگردان و فیلمنامه‌نویس کره‌ای، در اولین رمان خود برای انتخاب یک راوی اول شخص با محدودیت‌های احساسی تصمیم جسورانه‌ای می‌گیرد. اما این ریسک نتیجه فوق‌العاده‌ای به همراه دارد. این رمان برای بزرگسالان بسیار جذاب است. اما نوجوانانی که باید در زندگی روزمره خود با کشمکش‌های این دوره کنار بیایند، با یونجا و موقعیت بغرنج او همزاد پنداری می‌کنند. این رمان اکتشافی همدلانه از زیستن در قطب‌های عاطفی زندگی است. کرکاس ریویو. اما این کتاب از چند بخش تشکیل شده. ابتدا چند نکته رو آورده، سپس مقدمه و 4 بخش و گفتار پایانی و یادداشت نویسنده که من چند نکته مقدمه و یادداشت نویسنده رو میخونم و کتاب رو از فصل اول برای شما شروع میکنم. چند نکته. الکسی تیمیا یا ناتوانی تشخیص و ابراز احساسات در انسان اختلالی مغزی است که اولین بار در مجلات پزشکی دهه 1970 مطرح شد. علل شناخته شده آن عدم تکامل هیجانی در دوران اولیه کودکی فرد، اختلال فشار عصبی پس از تروما و کوچک بودن مادرزادی هسته آمیگدال است. در چنین وضعیتی بخش‌هایی از وقت توانایی اندکی برای تشخیص ترس و ابراز آن دارند. هرچند در این اواخر پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند که از طریق تمرین می‌توان توانایی آمیگدال در پردازش ترس و اضطراب را افزایش داد. در این زمان الکسی تیمیا بر پایه این پژوهش‌ها و تخیلات نویسنده توصیف شده است. پی جی نولان شخصیتی تخیلی است. اندازه دایناسورهایی که در این رمان ذکر شده‌اند بر اساس اطلاعات کتاب کوچولوترین دایناسور نوشته برنارد موس است. از این رو ممکن است با اندازه واقعی آنها که در پژوهش‌های مختلف آمده متفاوت باشد. اما مقدمه. من در وجود خود بادام‌هایی دارم. شما هم همینطور. همینطور آدم‌هایی که آنها را دوست دارید یا از آنها بدتان می‌آید. هیچ کس نمی‌تواند آنها را حس کند. اما الان دیگر می‌دانید که آنها وجود دارند. این داستان به طور خلاصه درباره دیدار یک هیولا با هیولای دیگر است. یکی از آن هیولاها خود من هستم. من به شما نمیگویم این داستان پایانی خوشحال کننده دارد یا غم انگیز. خب برای این کار دلایلی دارم. اول از همه این که وقتی آخر داستانی لو برود، خواندن داستان کسل کننده می شود. دوم این که با بی اطلاعی از پایان بندی داستان بیشتر درگیر داستان می شوید. و آخرین دلیل که شاید بهانه به نظر برسد این که نه شما، نه من و نه هیچ کس دیگری نمی تواند واقعاً بفهمد داستانها خوشحال کننده‌اند یا غم انگیز. اما یادداشت نویسنده هم براتون بخونم و بعد که فصل اول کتاب رو شروع کنم. بهار چند سال پیش بود که صاحب فرزند شدم. من زایمان سختی نداشتم. به همین سبب
احساس خاص و ویژه‌ای از آن دوره ندارم. فقط همه چیز برایم عجیب و جدید بود. هر وقت به بچه‌ام که توی گهواره بود نگاه می‌کردم، یک دفعه می‌زدم زیر گریه. الان هم دلیل این کار را نمی‌دانم. هیچ کدام از احساسات به تنهایی نمی‌توانند بیانگر دلیل احساسات من باشند. فقط اینکه نوزادم خیلی ریزنقش بود. اگر یک وقت از گهواره‌اش پایین می‌افتاد یا اگر حتی برای چند ساعت در خانه تنها می‌ماند، کاری نمی‌شد کرد. این موجود کوچولو که حتی از عهده کارهای خودش برنمی‌آمد، به این جهان آمده بود و در هوا معلق بود. حقیقت این بود که بچه من این چیزها را نمی‌فهمید. اگر زمانی من بچه‌ام را گم می‌کردم و دوباره پیدایش می‌کردم، مطمئن نبودم که بتوانم بشناسمش. بعد از خودم پرسیدم آیا من میتونم اون رو بدون هیچ قید و شرطی، فارغ از اینکه چطوری شده، همینطوری دوستش داشته باشم؟ حتی اگر تبدیل به کسی شده باشه که 100% با ایدئالها و انتظارای من فرق داشته باشه؟ این سوالها به خلق 2 تا از شخصیت‌های این کتاب و طرح این سوال منجر شدند. اگر اینها بچه‌های من بودن، دوستشان داشتم؟ این گونه بود که یونجی و گن متولد شدند. هر روز کودکانی در این جهان متولد می‌شوند. همه آنها شایسته زندگی با کرامت و داشتن فرصت‌های پیش رو در زندگی هستند. اما بعضی از آنها طوری بزرگ می‌شوند که از جریان‌های اجتماعی طرد می‌شوند. بعضی دیگر با ذهن‌های مریض فرماندهی و رهبری می‌شوند و بعضی‌های دیگر هم هرچند بسیار معدود این شانس را دارند که بین افراد خوشقلب بزرگ شوند. می‌دانم شاید این نتیجه گیری کلیشه‌ای به نظر برسد، اما من فکر می‌کنم که این عشق است که می‌تواند یک آدم را به یک انسان یا هیولا تبدیل کند. این داستانی بود که می‌خواستم بنویسم. پیشنویس اول کتاب بادام را در اوت 2013 وقتی دخترم 4 ماهش بود نوشتم. اواخر سال 2014 و 1 ماه هم در اوایل سال 2016 این کتاب را بازنویسی اساسی کردم. اما در طول این 2 سال هیچ وقت داستان این 2 پسر از ذهنم بیرون نرفت. برای همین میتوانم بگویم نوشتن این داستان از آغاز تا پایان بیشتر از 3 سال زمان برد. جا دارد که در اینجا از خانواده و والدینم به خاطر عشق بی قید و شرطی که به من داشتند تشکر کنم. محبتی که سراسر قلبم را پر کرده است. یک بار به این فکر می کردم و حتی احساس شرمندگی می کردم که بزرگ شدن در چنین شرایط عاطفی پایداری موقع نوشتن مرا در موضع ضعف قرار می دهد. با گذشت زمان این ذهنیتم عوض شد. فهمیدم که عشق بی قید و شرط و حمایتی که در طی سالهای نوجوانیم دریافت کردم هدیه بی‌نظیری بوده که اکنون به عنوان سلاحی ارزشمند به من خدمت می‌کند و این قدرت را به من می‌دهد که بدون ترس از زوایای مختلف جهان را ببینم. این را تنها زمانی فهمیدم که خودم مادر شده بودم. می‌خواهم از داوران جایزه چانگبی به خاطر اینکه اثر من را شایسته دریافت جایزه در حوزه ادبیات داستانی نوجوان دانستند تقدیر و تشکر کنم. مخصوصاً اینکه به من گفتند 11 داور نوجوان این اثر را انتخاب کردند. همینطور از اچ اولین خواننده این رمان که آن را پیش از چاپ خواند و در فهرست آثار مورد علاقه‌اش جا داد سپاسگزارم. بدون تشویق‌های دلگرم کننده اچ در طول زمانی که ناامیدی بر من غلبه کرده بود نمی‌توانستم با چالش‌های پیش رویم کنار بیایم. و در آخر از ویراستاران این اثر در بخش ادبیات نوجوان چانگبی، جیشن سویونگ،
و کیم یونگ سئون تشکر می کنم. شما دو نفر اولین دوستان من در این دنیای جدید ناشناخته بودید. اگر با این اثر شما را به زحمت انداختم، صمیمانه معذرت خواهی می کنم. کار کردن با شما برای من افتخار بود. من از آن دست آدم‌هایی نیستم که خیلی وارد مسائل اجتماعی می‌شوند. فقط می‌خواستم از طریق نوشتن داستان‌هایی که در قلبم هستند را واکاوی کنم. از صمیم قلب امیدوارم این رمان بتواند مشوق مردم برای درک ذهن‌های آسیب دیده باشد. مخصوصاً ذهن‌های جوان که ظرفیت‌های عظیمی در آنها وجود دارد. می‌دانم آرزوی بسیار بزرگی است. با وجود این آرزو می‌کنم کودکان در این عین که بیشترین محبت را به دیگران ابراز می‌کنند، توقع دریافت محبت نیز دارند. همه ما زمانی اینگونه بودیم. در اولین صفحه این کتاب نام شخصی را نوشتم که بیش از همه به او عشق می‌ورزم. کسی که بیشترین عشق را نثار من کرده است. بهار 2017 وون پیون سون. خب بخش اول رو با هم شروع می‌کنیم و تا زمانی که تایم وایس به من اجازه بده برای شما میخونم. با من همراه باشید. بخش اول. آن روز 6 نفر مردن و 1 نفر زخمی شد. اول مامان و مامانی، بعد دانشجویی که خیز برداشته بود تا جلوی آن مرد را بگیرد. بعد 2 مرد حدوداً 50 ساله که در ردیف جلویی رژه سپاه رستگاری ایستاده بودند. در پی آنها 1 پلیس و آخر سر هم خود آن مرد. انگار تصمیم گرفته بود که خودش آخرین قربانی این خونریزی جنون‌آمیز باشد. چاقو را محکم درون سینه خودش فرو برد و مثل بقیه قربانیان قبل از رسیدن آمبولانس جان باخت. تنها کاری که من می‌کردم نظاره اتفاقاتی بود که پیش چشمم رخ می‌داد. مثل همیشه با چشمانی بی‌فروغ فقط ایستاده بودم. اولین حادثه وقتی 6 ساله بودم اتفاق افتاد. نشانه‌های بیماری قبلا هم وجود داشتند، اما در این زمان به صورت ظاهری هم نمودار شدند. آن روز مامان یادش رفته بود که دنبال من به پیش دبستانی بیاید. بعدها برایم تعریف کرد که بعد از همه این سالها برای دیدن بابا رفته بود تا به او بگوید که بالاخره می‌خواهد بگذارد برود. نه به خاطر اینکه خودش با کس دیگری آشنا شده باشد یا هر چیز دیگری، فقط برای اینکه به او بگوید می‌خواهد اسباب کشی کند. ظاهراً همه این حرفها را موقعی که مشغول دست کشیدن روی دیوارهای رنگ و رو رفته مقبره‌اش بوده به او گفته. درست زمانی که عشق او 1 بار و برای همیشه به پایان می‌رسید. من مهمان ناخوانده عشق دوران جوانی آنها کاملا فراموش می شدم. بعد از اینکه همه بچه‌ها رفتن، من هم تنهایی از پیش دبستانی بیرون آمدم. تمام آن چیزی که خود 6 سالم می توانست درباره خانه اش بیاورد این بود که جایی بالای 1 پل بود. راه افتادم. از پل هوایی بالا رفتم و روی آن ایستادم و سرم را روی نرده گذاشتم. ماشین‌ها را می‌دیدم که پایین پاهایم در حال عبور بودند. این صحنه چیزی را به یاد من آورد که انگار قبلاً جایی دیده بودم. برای همین تا جای ممکن آب دهانم را جمع کردم، 1 ماشین را نشانه گرفتم و تف کردم. تفم قبل از اصابت به ماشین تبخیر شد، اما چشمانم را به جاده دوختم و به تف کردن ادامه دادم تا اینکه احساس سرگیجه کردم. چیکار داری میکنی؟ حالم به هم خورد. سرم را بالا آوردم و زن میانسالی را دیدم که از کنارم رد میشد. به من زل زد و بعد به راهش ادامه داد. درست مثل ماشین هایی که آن پایین بودند. عبور کرد و من دوباره تنها ماندم. پله های پل هوایی از هر طرف نرده کشی شده بود. گیج شده بودم و نمیدانستم چه کار کنم. دنیایی که زیر پله ها می دیدم از چپ و راست خاکستری بود.
2 کبوتر بالای سرم بال زدند. تصمیم گرفتم دنبال آنها بروم. وقتی فهمیدم مسیر را اشتباه می‌روم که دیگر خیلی دیر شده بود. در پیش‌دبستانی سرود قدم رو به پیش را یادمان داده بودند. زمین گرد است، به پیش به پیش. فکر می‌کردم اگر مثل متن این سرود عمل کنم و به پیش بروم بالاخره به خانه می‌رسم. مصمم و با قدم‌های کوچکم راهم را به پیش ادامه دادم. جاده اصلی به کوچه‌ای باریک با خانه‌های قدیمی منتهی می‌شد، با دیوارهایی در حال ریزش که روی همه آنها عددی به رنگ لاکی نوشته شده و با واژه‌ای خالی علامت گذاری شده بود. هیچ کس در دیدرس نبود. ناگهان شنیدم که کسی با صدای خفه فریاد می‌زند و می‌گوید آه. مطمئن نیستم آه بود یا اوه. شاید هم آی بود. فریادی خفه و کوتاه. به دنبال صدا رفتم. همینطور که نزدیک و نزدیکتر می شدم صدا واضح‌تر شد و از آی به ای تغییر کرد. صدا از گوشه ای از همان حوالی می آمد. من بدون اینکه تردیدی به خود راه دهم به طرف آنجا رفتم. پسری روی زمین افتاده بود. پسر بچه‌ای که نمی توانم بگویم چند ساله بود. چند لحظه بعد سایه‌های سیاهی را دیدم که بارها و بارها روی او می‌افتادند. او کتک می‌خورد. او نبود که فریادهای منقطع می‌کشید، بلکه فریاد سایه‌هایی بود که او را احاطه کرده بودند. چیزی شبیه داد و قال‌های قلدرمعابانه. او را می‌زدند و به او تف می‌کردند. بعداً فهمیدم که آنها بچه‌های مدرسه راهنمایی بودند، اما در آن موقع سایه‌هایشان بلند و تنومند شبیه افراد بزرگسال به نظرم آمده بود. پسر نه مقاومت می‌کرد و نه حتی سر و صدایی را می‌انداخت. انگار که به کتک خوردن عادت داشت. مثل عروسک پارچه‌ای به جلو و عقب پرت می‌شد. یکی از سایه‌ها آخرین ضربه را به پهلوی پسر زد. بعد آنجا را ترک کردند. پسر غرق خون شده بود، مثل پالتویی به رنگ سرخ. به او نزدیک شدم. به نظر از من بزرگتر می آمد. شاید 11 یا 12 ساله. تقریباً 2 برابر سن من. اما هنوز فکر می کردم از من هم بچه تر است. سینه‌اش به تندی بالا می آمد، قلبش تون تون می زد و نفسش بریده بریده و کمجان بود. درست مثل توله سگی تازه متولد شده. مشخص بود که جانش در خطر است. به داخل کوچه برگشتم. همچنان خالی بود. فقط حروف قرمز رنگ روی دیوارهای خاکستری چشمانم را می آزرد. بعد از مدتی سرگردانی بالاخره بقالی کوچکی را دیدم. در را باز کردم و داخل رفتم. معذرت میخوام. تلویزیون مسابقه خانواده را پخش میکرد. فروشنده چنان غرق تماشای برنامه بود که اصلاً متوجه صدای من نشد. در گوش شرکت کنندگان گوشگیر گذاشته بودند و باید با تماشای حرکت لب شرکت کنندگان دیگر واژه ها را حدس می‌زدند. آن واژه رعشه بود. نمی‌دانم چرا این واژه را همچنان به خاطر دارم. آن زمان حتی معنی آن را هم نمی‌دانستم. یکی از زنان شرکت کننده واژه را اشتباه حدس زد و موجب خنده حضار و فروشنده شد. در نهایت زمان به پایان رسید و گروه زن باخت. فروشنده صدایی با لب‌هایش درآورد. شاید برای آن زن احساس تأسف می‌کرد. دوباره او را صدا زدم. آقا، بالاخره رویش را به طرف من کرد. بله. یه نفر توی کوچه افتاده. با بی‌تفاوتی گفت واقعاً و جایش برخاست. در تلویزیون هر دو گروه برای صعود به دور بعدی برای کسب امتیازات بیشتر بازی می‌کردند. همینطور که داشتم با یکی از بسته‌های آدامس کاراملی که خیلی مرتب روی قفس چیده شده بود برمی‌رفتم، گفتم ممکنه بمیره. جدی؟ بله مطمئنم. بالاخره این بار وقتی که صحبت می‌کردم به من نگاه کرد. از کجا این چرت و پرتا رو یاد گرفتی؟ دروغگویی زشت پسر. چند لحظه‌ای ساکت ماندم. به دنبال کلماتی می‌گشتم
که بتوانم او را متقاعد کنم. اما سنم کمتر از آن بود که چون این واژگان گسترده‌ای داشته باشم و نمیتوانستم به چیزی صادقانه تر از آنچه چند لحظه قبل گفته بود فکر کنم. همین الاناست که بمیره. تنها کاری که از دستم برمی آمد تکرار حرفهایم بود. منتظر تمام شدن مسابقه تلویزیونی بودم که مغازه‌دار با پلیس تماس گرفت. وقتی که دید دوباره مشغول ور رفتن با کارامل هستم، تشر زد که اگر نمیخواهم چیزی بخرم آن را سر جایش بگذارم. پلیس زود خودش را به صحنه جرم رساند. تنها چیزی که میتوانستم به آن فکر کنم پسر بچه‌ای بود که روی زمین سرد افتاده بود. حالا دیگر او زنده نبود. فهمیدم که آن بچه پسر مغازه‌دار بود. روی نیمکت کلانتری نشسته بودم و پاهایم را در هوا تکان میدادم. رفت و برگشت پاهایم نسیم خنکی ایجاد میکرد. هوا دیگر تاریک شده بود و خوابم میآمد. داشت چرتم میگرفت که در کلانتری چرخید و باز شد و مامان را دیدم. وقتی من را دید زد زیر گریه و سرم را چنان تکان داد که نزدیک بود بشکند. هنوز نتوانسته بود از لحظه دیدار مجددمان لذت کامل را ببرد که در بزرگ دوباره در محور خود چرخید. این بار مغازه‌دار در آستانه در بود. پلیس او را نگه داشته بود. شیون و ناله می‌کرد و صورتش پر از اشک بود. حالت صورتش با زمانی که تلویزیون تماشا می‌کرد کاملا فرق می‌کرد. می‌لرزید، با زانو روی زمین افتاد و زمین را چنگ زد. یک دفعه روی پاهایش بلند شد و فریاد کشید. با انگشت به من اشاره می‌کرد. من دقیقاً نمی‌فهمیدم منظور او از این مسخره بازی‌ها چیست. اما چیزی که دستگیرم شد شبیه این بود. تو باید مثل آدم حرف می‌زدی. الان دیگه کار از کار گذشته و پسرم از دست رفته. پلیسی که کنار من ایستاده بود شانه‌ای بالا انداخت و گفت آخه یه بچه بیش‌دبستانی چی می‌فهمه؟ و توانست مغازه‌دار را کنترل کند تا زمین و زمان را برهم نزند. البته من با مغازه‌دار موافق نبودم. من در تمام آن مدت کاملا جدی بودم. نه لبخندی زده بودم و نه هیجانی داشتم. نمیفهمیدم چرا به من اخم میکرد. اما من 6 ساله واژگان لازم برای ساختن یک جمله کامل را بلد نبودم. برای همین ساکت ماندم. در عوض مامان صدایش را به خاطر من در گلو انداخت و با فریادهای پدری که فرزندش را از دست داده و مادری که بچه‌اش را پیدا کرده بود کلانتری تبدیل به دیوانه‌خانه شد. آن شب طبق معمول داشتم با خانه سازی هایم بازی می کردم. چیزی به شکل زرافه درست کرده بودم که اگر گردن درازش را می پیچاندم به فیل تبدیل می شد. احساس کردم مامان به من خیره شده و با نگاهش مشغول بررسی همه اجزای بدنم است. پرسید نترسیدی؟ گفتم نه. شایعات درباره آن حادثه مخصوصاً اینکه چطور وقتی یک نفر را جلوی چشمم به قصد کشت کتک زدن و من حتی پلکم نزدم خیلی سریع پخش شد. از آن به بعد بود که ترس‌های مامان یکی بعد از دیگری به واقعیت تبدیل شدند. وقتی به دبستان رفتم اوضاع بدتر شد. یک روز موقعی که داشتم از مدرسه به خانه برمیگشتم دختری که جلوتر از من راه میرفت پایش به تخت سنگی گیر کرد و زمین خورد. او راه من را سد کرده بود. برای همینطور که منتظر بودم حرکت کند تل سر میکی موسی را که به موهایش زده بود وارسی کردم، اما او آنجا نشست و گریه کرد. بالاخره مادرش آمد و کمک کرد بلند شود. به من نگاهی انداخت و نوش نوش کرد. تو دیدی که دوست زمین خورد. اون وقت حتی ازش نپرسیدی که حالش خوبه یا نه؟ پس اون چیزایی که پشت سرت میگن راسته. تو یه چیزیت هست. هیچ چیزی به نظرم نمیرسید. برای همین چیزی نگفتم. بچه‌های دیگر احساس کردند اتفاقی در حال رخ دادن است و دور من جمع شدند. پشپش‌هایشان باعث میشد گوشم سود بکشد. تمام چیزی که میدانستم این بود که لابد حرفهای آنها هم تکرار حرفهای مادر دختر است. اینجا بود که مامانی درست مثل واندر وومن زن شگفت‌انگیز یک شخصیت ابرقهرمان تخیلی از ناکجا آباد رسید و من را نجات داد و بغل کرد.
مامانی با صدای خشدارش تشری به آنها زد و گفت مراقب حرف دهنتون باشین. اون دختر خودش بدشانسی آورده. فکر کردین کی هستین که بتونین سر پسر من داد بزنین؟ مامانی بچه‌ها رو هم بی‌نصیب نگذاشت. ببینم شما بروجکا به چی زل زدین؟ وقتی از آنجا دور شدیم سرم را بالا گرفتم و مامانی را دیدم که لبهایش را محکم به هم چسبانده بود. مامانی چرا مردم به من میگن یه چیزی میشه؟ لبهایش از هم فاصله گرفت. شاید به خاطر اینه که تو خیلی خواستی. پسرک خارق‌العاده من، هیولای کوچولوی دوست داشتنی. مردم نمیتونن چیزی که با بقیه فرق میکنن رو تحمل کنن. مامانی چنان محکم من را بغل کرد که قفسه سینه‌ام داشت له میشد. او همیشه به من میگفت هیولا. برای مامانی این کلمه معنی بدی نداشت. صادقانه بگویم مدتی طول کشید تا لقبی را که مامانی از سر لطف بهم داده بود حذف کنم. در کتاب‌ها هیولاها موجودات قابل تحسینی نبودند. یعنی راستش هیولاها کاملا در تضاد با تمام چیزهای قابل تحسین بودند. کنجکاو بودم که چرا مرا اینطوری صدا می‌کند. حتی بعد از اینکه واژه تناقض را یاد گرفتم که معنی قرار دادن مفاهیم متضاد در کنار یکدیگر بود، همچنان سر در نمی آوردم که منظور اصلیش کدام واژه بود. قابل تحسین یا هیولا. به هر حال او می گفت به خاطر علاقه‌ای که به من دارد اینطور صدایم می کند. برای همین من هم تصمیم گرفتم به او اعتماد کنم. وقتی مامانی قضیه دختر میکی موس را برای مامان تعریف کرد، اشک در چشمان مامان جمع شد. میدونستم بالاخره همچین روزی از راه میرسه، اما اصلا انتظارش رو نداشتم اینقدر زود. بس کنی مزخرفات رو. اگه میخوای اشک و آه را بندازی برو تو اتاقت، در رو هم محکم ببند. این حرف باعث شد گریه مامان برای لحظه‌ای متوقف شود. مامان نگاهی به مامانی انداخت. یک لحظه خشکش زد و بغضش ترکید. بعد هم گریه‌اش شدیدتر شد. مامانی نوش‌نوشی کرد و سرش را تکان داد. بعد به کنج سقف چشم دوخت و آهی طولانی کشید. به نظر می رسید این چیزها بینشان خیلی عادی است. این حقیقت داشت. مامان از خیلی وقت پیش نگران من بود. علتش هم این بود که من همیشه با بچه‌های دیگر متفاوت بودم. حتی از بعد به تولد. چون هرگز لبخند نزدم. اوایل مامان فکر میکرد که فقط رشدم کمی کند است، اما کتاب‌های فرزندپروری میگفتند که بچه 3 روز بعد از تولد شروع به لبخند زدن میکند. او روز شماری میکرد، تقریباً 100 روز شده بود. شبیه شاهزاده خانم قصه ها که نفرین شده است و هیچ وقت لبخند نمیزند، حالت چهره من هم هیچ وقت عوض نمیشد. مامان هم مثل شاهزاده ای از سرزمینی دور که برای به دست آوردن قلب محبوبش تلاش می کند از هیچ تلاشی دریغ نمی کرد. دست دادن را امتحان کرد. برایم جغجغه های رنگی رنگی متنوع می خرید و حتی با آهنگ های بچگانه رقص های مسخره می کرد. وقتی مستحصل شد به ایوان رفت و سیگار کشید. عادتی که بعد از اینکه فهمیده بود مرا باردار است به دشواری ترک کرده بود. یک بار فیلم ضبط شده ای از همان دوران دیدم که مامان خیلی جدی تلاش میکرد و من فقط به او زل زده بودم. چشمانم خیلی عمیق‌تر و آرامتر از چشمان یک بچه بود. مامان هر کاری میکرد. من نمیتوانستم لبخند بزنم. دکتر گفت من مشکل خاصی ندارم به جز قضیه لبخند نزدن. نتیجه آزمایش ها نشان میداد که قد و وزن و رشد رفتاری من همگی با توجه به سنم طبیعی هستند. متخصص اطفالی که در محله ما بود نگرانی های مامان را بیمورد دانست و گفت جای هیچ نگرانی نیست و بچه به مرور زمان خوب می شود. بعد از آن مامان سعی می کرد با این جمله که تو فقط یکم آرومتر از بچه های دیگه‌ای خودش را تسکین می دهد. البته برای مدتی. اتفاقی که نزدیک تولد 1 سالگی هم افتاد به مامان ثابت کرد که نگرانیش بی‌دلیل نبوده است. در آن روز مامان کتری قرمز رنگی را که پر از آب جوش بود روی میز می‌گذارد، بعد هم رویش را برمیگرداند تا شیر خشک را تکان بدهد. من دستم را به طرف کتری دراز کردم. کتری افتاد و روی زمین ولو شد و آب جوش به همه جا پاشید.
هنوز اثر سوختگی آن روز مثل یک مداد روی تنم هست. جیغ کشیدم و فریاد زدم. مامان پیش خودش فکر کرده بود که من باید از کتری قرمز و آب داغی که آنجا بود بترسم. درست مثل بچه نرمال. اما من اینطور نبودم. نه از آب داغ میترسیدم و نه از کتری. هر بار که کتری قرمز را میدیدم دستم را به طرفش میبردم. برایم فرقی هم نداشت آب سرد داخلش باشد یا آب داغ. شواهد مدام بیشتر و بیشتر می شدن. پیرمرد یک چشمی در طبقه پایین ما با سگ سیاه بزرگش که آن را به صندوق پست توی حیاط می‌بست زندگی می‌کرد. من بدون اینکه بترسم به مردمک‌های سفید شیری پیرمرد خیره می‌شدم و اگر مامان یک لحظه از من غافل می‌شد می‌رفتم تا به سگش که دندانهای تیزش را به من نشان می‌داد و با عصبانیت پارس می‌کرد دست بزنم. حتی بعد از اینکه دیدم بچه خانه بغلی را گاز گرفته و مجروح کرده این کار را دوباره انجام می‌دادم. مامان مدام مجبور بود که مراقب من باشد. بعد از اینکه چند بار اتفاقاتی از این دست افتاد مامان کم کم نگران شد که احتمالاً ضریب هوشی من پایین است. اما هیچ شاهد دیگری نبود که این موضوع را ثابت کند. برای همین مثل هر مادر دیگری سعی کرد راهی پیدا کند تا شک‌هایی را که درباره بچه‌اش داشت با دید مثبت نگاه کند. او فقط نترس‌تر از بچه‌های دیگر است. این چیزی است که او در دفتر خاطرات روزانه‌اش نوشته است. حتی اگر این نشانه ها هم نبود، هر مادر دیگری هم که میدید فرزندش تا تولد 4 سالگیش یک بار هم لبخند نزده، نگرانیش اوج میگرفت. مامان دست من را گرفت و به یک بیمارستان بزرگتر برد. اولین خاطره‌ای که از آن روز در ذهنم حک شده خیلی تار و مبهم است. انگار که از زیر آب مشغول تماشا بودم. اما گهگداری همه چیز خیلی واضح و شفاف میشد. مثل این: مردی با روپوش سفید آزمایشگاه روبروی من نشسته است. لبخند به لب دارد و چند اسباب بازی مختلف را یکی یکی به من نشان می‌دهد. بعضی از آنها را تکان می‌دهد. بعد با چکشی کوچک به زانوهایم می‌زند. پاهایم از چیزی که فکر می‌کردم بیشتر بالا می‌رود. بعد انگشتانش را به زیر بغلم می‌برد، قلقلکم می‌دهد و من هم سر و صدای ریزی می‌کنم. بعد چند عکس بیرون می‌آورد و از من سوالاتی می‌پرسد. یکی از آن عکس‌ها را هنوز به وضوح به خاطر دارم. کودکی که توی تصویر گریه میکنه چون مادرش رو گم کرده. اون چه احساسی داره؟ من که جواب این سوال را نمیدانستم سرم را بالا گرفتم و به مامان که کنارم نشسته بود نگاه کردم. او لبخند میزد. موهای مرا نوازش میکرد و لب پایینیش را به آرامی میگزید. امیدوارم که از این داستان خوشتون اومده باشه و اگر از نثر و روایت این داستان لذت بردید میتونید این کتاب رو برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. ممنونم که با من همراه بودید. تا وایس بعدی، خدا نگهدار.